سلام و درود دوستان عزیزیمو. برای شما یه ماشین فورلند قرار دارد در ناحیه مسجد. جماعت مسجد کسی که همین خیلی ماشین خریدار باشد، کوفته سامونتیجی هم جندی کردگی، یوتیوب هم جندی کردگی نمیتونه یافته این ماشین در همین جهش است که یک با مسجد من سالی برارشش 2007 دوستو پشتی نو او پرابگش نیست، خیلی حالتش حالتی کوری کار میکند. چهار اشکرش بتون منه ماشالله. پرابگش هم از برای شما میفهمید 79,000 بود است. پرابگش خیلی حالتش همین رنگ بین و هول پرس بالانش 50% همش خلاصه در گشت است. دیگه خیلی عیبش نیست می عیبش نبود است. میگو زپاسکش ماشین کنده شدگی رادیاتور او میچکه. اوه یا رادیاتورش او باش میچکه. خیلی رادیاتور این چیزا پرابلم نیستن. واسه نرخش هم میفهمیم که نرخش او دسترس است یا که نه. از چند هزار سودا میشه؟ 25,000 سومان ممکن کمتون ارزان کرده هم شود دوستان. من میتونید زنگ زنید بر رقم های 92 769 4025. منه تخصماتر ندارد، اوتیلیزاسیون ندارد. خلاصه همین خریدارا باشه دیگه مرامت، خصوصا برای صحرا و دیگه جا خیلی خوب است دوستان. این دیزل ها، دیزل 106 لیتر 100 کیلومتر 6 لیتر سوزشواری میخورد است. البته وای چی میگو سالیارکا. تا خلاصه زنگ میزنید و خریداری میکنید دوستان. دیگه من نمیدونم اصلا من ماشین بیزنس نیستم که من دست کانال برای شما همه فیشکای ماشین رو گویم. خیلی به هر حال همین ماشین خدا نگهدار کسی معقول باشه گرد خره